بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباع أجمعين إلى يوم الدين. به نام خداوند بینش تراز، جهان داور آفرینش تراز. جزور آمدن داور دادرس، که غیر از خدا دادرس نیست کس. قبل از آغاز عرایزم بنده به عنوان عضو صغیر از خاندان سادات هاشمی خانشوری، یعنی سلطان شیخ رسول خانشور، سفیر سید اعظم حضرت حاجی کاک احمد شیخ سلیمانی، احیاگر طریقت قادریه در بین النهرین به مناطق ایل جاف جمرود مصیبت وارده و در گذشت یکی از نجیب زادگان، معتمدین، معمرین و شخصیت‌های ماندگار جافنشینان دیار کردواری در استان کرمانشاهان مرحوم جناب ناصرخان مسعودی را به تمامی بزرگزادگان و بیگزادگان سلسله سید احمد بیگ کبیر و علی الخصوص شاخه امیرخان بیگی، بیگزادگان قبادی و باباجانی تسلیت عرض می‌نماییم و برای بازماندگانشان رسم تعزیت را به جای می‌آوریم. بنده با کسب اجازه حضور بزرگان، علما، سادات و مشایخ، ناموستایان، فریختگان و مردم خونگر و حاضر در مجلس مختصر سخن را خدمتتان عرض می‌نمایم. این مرحوم جناب ناصرخان مسعودی فرزند محمد بیگ از سران قبادی، فرزند مصطفی خان باباجانی نامی به مسعود السلطنه، فرزند سیمای استثنایی رهبریت ایل جاف یعنی حبیب الله خان باباجانی نامی به نظام الایاله، بنیانگذار دوران طلایی ریاست بیگزادگان باباجانی و نظم دهنده یک ایالت به تمام معنا در مناطق کردنشین ما بین ایران عثمانی و همچنین مهمترین و بزرگترین مرد تاریخ اتحادیه جاپا از شاخه امیرخان بیگی بیگزادگان قبادی و باباجانی معروفی باشند و از نیای مادری به سید قیدار هاشمی نامی به سید الدوله از نیکنامان و متصدی امور جمارود از بلوکات آن دوره کردستان از نوادگان شیخ رسول هاشمی دولت‌آباد، یکی از بزرگترین مشایخ سوره برزنجی قادری و مرجع درایش عصر خود بودن نیز میباشند. با وقوع این کوچ نابهنگام و دردناک و مشارکت همگی ما در این سوگواری فرصت را غنیمت شمرده و نیم نگاهی اجمالی به تاریخ پر افتخار و خالقان دوران طلایی جاف میاندازیم. با اضمحلال قدرت سیاسی باجرانهای بوران زبان در ذهاب و درنه و درتنگ در دوره نادرشاه افشار و تغییر بافت قومی این محال و ظهور کوچ‌زبان متعدد، اتحادیه جاف در عامترین شکل ایلی بر صفحات پررویداد تاریخ محلی ظاهر می شوند. با مستقر شدن این کوچ‌زبان و البته دگرگونی مبهم و ناروشنی از سوی موقعیت خاندان سید احمد بیگ و در نهایت توانایی‌های شخص وی از پایگاه روحانی و آیینی و ورود به عرصه سیاست ایلی و ریاست عشیره‌ای موضع آنان را به صورت رؤسای ایل جاف تثبیت نمود. پس از سید احمد بیگ که نیای مشترک و سرسلسله بیگزادگان موصول به جاف جمهوری اعم از بیگزادگان امیرخان بیگی، قبادی و باباجانی، رستم بیگی، ولد بیگی و هر کدام با در دست داشتن شجراتی که خود را از اسلاف رشته سادات پیرخدری و از نمایندگان سید محمد زاهد مشهور به پیرخز شاهو می‌دانند موجب شده بود سیمای واحد نیاکانی خود را در دوره‌های بعد حفظ و نقش چشمگیری در جلب و جذب مابقی طائف برای متحد کردنشان به خود داشته باشند. در اینجا بنا به گستردگی مبحث خاندان سید احمد بیگ و ضیق وقت در این مجلس آن را منوط به نیاکان شاخه این مرحوم یعنی امیرخان بیگی ادامه خواهیم داد. بعد از سید احمد بیگ از میان فرزندانش امیرخان بیگ ریاست طوایف دوگانه قبادی و باباجانی را به دست می‌آورد. بعد از وی به ترتیب قباد بیگ، یوسف آقا بیگ، محمد بیگ و در نهایت بنیانگذار دوران طلایی این خاندان یعنی حبیب الله بیگ به منصب ظهور می‌رسد. ایل جاف از لحاظ سازمان ایلی دارای قشربندی پیشرفته و حکمرانان اردلان در رأس تشکیلات ایل جاف دارای موقعیت ویژه‌ای از جمعی جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بودند. اما از زمان به حکومت رسیدن حبیب الله خان نظام الایاله محدوده نفوذ اردلان‌ها به حوالی روانسر محدود و بیگزادگان جاف که از سادات پیرخدری میباشند امر و نهی قوانین اردلان را به پایان رسانیده و در دوره حبیب الله خان نظام الایاله
برای ایجاد اتحادیه جابها تمامی یاساهای حکومتی اردلانها را در هم ریخت و با وصلت‌های سیاسی با تیره‌ها و طوایف رابطه و پیوندها را محکم‌تر ساخت و نوعی اجماع در میان تیره‌ها و طایف جاب شکل می‌گیرد. هرچند شاخه‌های دیگری از سلسله سید احمد بیگ مقداری در این امر پیش قدم بودند، اما هرگز هیچ کدام از شعب نتوانستند ریاست صریحی بر بقیه داشته باشند. اما در عصر و اوان حکومت حبیب الله خان بر جاف جوانرود تا حد قابل توجهی آن مرکزیت احیا و حبیب الله خان در سیمای رئیس واحد خاندانهای سید احمد بیگی و مجموعه جاف جوانرود ظاهر شد. وی سنگ بنای موفقیت در مبارزات اولیه‌اش را با پشتیبانی برادران خود یوسف بیگ، عبدالله بیگ، سعید بیگ، نادر بیگ و قادر بیگ و همچنین دیگر شاخه‌های درون گروهی بیگزادگان باباجانی یعنی تمرخان، اسماعیل آقا، رستم بیگ، شیر بیگ، حسین بیگ، علی بیگ، حیدر بیگ، رحمان بیگ و همچنین کدخدایان طوایف باباجانی و قبادی و تایجوزی با واقعه خونین همسایگانش خانه یزدان بخشی‌ها و انتقام خون پدر یعنی محمد بیگ از شاویز آقایی‌ها شخص حبیب الله خان را تبدیل به قدرت فائقه سلسله امیرخان بیگ مبدل نمود و تمامی ریز و درشت این محال سر بر فرمان وی نهادند. جایگاه و نفوذ شخصیتی وی تا جایی پیش می رود که بعد از واقعه خونین طایف یزدان بخشی و باباجانی و دستگیری شخص حبیب الله خان و اسماعیل آقا توسط فرهاد میرزای قاجار والی کردستان در سال 1285 هجری قمری با پادرمیانی و درخواست شفاعت سید اعظم حضرت حاجی کاک احمد شیخ سلیمانیه و شیخ رسول خانشو سفیر و حامل پیام سید اعظم و همچنین نیک اندیشه شیخ رسول دولت آباد اجمعین رحمت الله علیهما در امر صلح طایفین وی را بیش از پیش قدرتمندتر و پس از تحکیم موقعیت خود در این مراحل سخت و طاقت فرسا او دیگر میتوانست در سیمای یک شخصیت رهبری کننده و دارای نفوذ کلام در میان شعب جاف جمانرود ظاهر شود و حاکمیت وی بر بلوکات جمانرود و جاف حرم سنتی قدرت را تکان داد و با تحولی چشمگیر همراه می‌سازد تا جایی که عالم علم کلام سید عبدالرحیم مولوی تایجوزی از ستارگان آسمان ادبیات کلاسیک کردستان و فرزند این مرزبون وی را در یک بیت اینچنین توصیف می‌کند: به عهد تو می‌بینم آرام خلق، پس از تو ندانم سرانجام خلق. نظام الیاله تمامی قرار صفی‌آباد، قشلاق، منصور آقایی، دلمر، بندره، بلبزان، نوریاب، نجار، مرادآباد، فولادی، بازان سفلا و علیا، زلان، نهراب، خانشور، بولد، تایجوزی، کلاشی، اناخی و باینگان از نوار مرز عراق و دامنه‌های کوه بمو تا حدود شاهو و پشت روانسر کلیه در تحت تصرف و اداره وی بود و مراکز و مقر حکومتی حبیب الله خان علاوه بر پاوه شامل قلعه جوانرود و مراکز سنتیش لوشه و خصوصا سراب بد زنجیر بوده و زمستانها هم در قشلاق خانشور به سر می برده. وی قبل از مرگ مهام امور را به فرزندش مصطفی خان که توجه پدر را از میان کثیر اولاد حبیب بیگ جلب کرده بود می سپارد و مصطفی خان با همه برادران بیعت گرفته و بر کرسی پدر می نشیند. در این ایام با پیوستن نزدیک به 500 خانوار از طایفه هموندی‌ها از امپراتوری عثمانی به دستگاه مصطفی خان و اعطای لقب مسعود السلطنه و حکومت جاف جوانرود به وی در این منصب و همچنین وصلت با دختر رئیس ایلگوران گویا منصور الملک دامنه شکوه و جلال قلمروش مانند پدر شروع به درخشیدن و شناخته شدن می‌کند. با اتمام دوره ایلی و اشایری و پدیدار شدن زندگی مدرن ما دیگر شاهد ظهور امثال حبیب الله خان و مصطفی خان ها نیستیم. ما دیگر شاهد ورود شخصیت‌های عرفانی همچون حضرت کاک احمد در امور طوایف و فرستادن سفیر خود یعنی شیخ رسول خانشور از سلیمانی به سرندج برای رهایی فرزندانمان نیستیم. ما دیگر شاهد نیک اندیشی‌های امثال شیخ رسول دولت آباد در حل و فصل مشکلات طوایف نیستیم. ما دیگر شاهد در هم کوبیدن سایه ظلم همانند قلعه حکومتی شرف الملک در جوانرود توسط حبیب بیگ و یارانش نیستیم. ما دیگر شاهد پناه دادن یک ایل همانند هموندی‌ها با تمام ملحقاتشان در این آب و خاک نیستیم.
ما دیگر شاهد دست به قلم شدن قاطبه اهل علم و شعرا همانند مولوی و فانی خانشودی در رشادت‌ها و سوگواری‌ها نیستیم. ما دیگر شاهد عبور دادن عید سنجابی از آب زمکان و واقعه دشت هر برای نجات خانواده‌هایشان توسط محمد تقی بیگ ها نیستیم. ما دیگر شاهد معامله خرید دشتی پهناور همانند دشت هر سلاس باباجان فعلی برای استقرار و آرامش مردم باباجانی توسط شیخ اسماعیل خانشو و امیر اسعدها از مردم گوران نیستیم. ما دیگر شاهد دیدار و زدخورد فرزندان این مرزبون با زلال سلطان ها، معتمد دوله ها، سالان الدوله ها و شرف الملک ها نیستیم. ما دیگر شاهد روایت خارق العاده دیگری نخواهیم بود. در اینجا ما نمیتوانیم تمامی افتخارات و جانبازی های ریز و درشت تاریخ این سلسله را بازگو کنیم و مجبوراً به مرثیه فرزند این حماسه سازان یعنی جناب ناصر خان مسعودی برمیگردیم. این مرحوم با تمام خصایصی که از نیاکان خود به ارث برده بود در این زندگی مدرن و بی‌ره یکی از دلسوزترین و دلپاکترین فرد این خاندان به شما می‌رفت. مردی که با تمام تواضع و فروتنی خویش سعی در حل کردن مشکلات ریز و درشت اطراف خود داشت و بنده خود نیز در تمام دیدارهایی که با وی داشتم آن را با تمام وجود لمس می‌کردم. دوستدار و مشوق مباحث تاریخی و فرهنگی منطقه بود. مشارکت در مسائل اجتماعی و مشکلات ایلی را در اولویت زندگی خویش قرار داده بود. با دلی پر از احساس معتقدی به تمام معنا به اهل طریق و اولیاء الله بود و همیشه از بنده حقیر درخواست دعای خیر از مشایخ عالیه در مرقد خانشو را می‌طلبید. وی یکی از بهترین راویان روایت‌های شفاهی نیاکان خود نیز بود و الحق و الانصاف فردی خوشرو، خوش مجلس، نکته سنج و با خردسالان خورد و با بزرگسالان بزرگ نشست و برخاست می‌کرد و بدور از اخلاق برای تمامی بیگزادگان این مرزبون نقش شمع و عمو را برایشان ایفا می‌کرد. وقت تنگ است و اگر بخواهیم شرح وقایع و تاریخ نانوشته و شفاهی و سینه به سینه این شاخه و خاندان و جناب خالو ناصر را بازگو کنیم آثاری مستقل و زمانی طولانی می‌طلبد. و در پایان ایزن به زبان رسمی کردی پرسه و سرخوشی خومن آراسته بنمالی خوالی خوشبود کینو هیوادارم خواهی گوره روحی ام کوش کردوه و بهشتی برین شهرکاتو صبوری به همون لایکم داتو دعا کوس بود ناخوشی ام بنمالی بارزه بید. و در نهایت عرایزم را با تقدیم این چند بیت شعر به این محفل به پایان میرسانم. سحر خورشید خاور چون ز طاق بستان سر زد خبر آمد و ناگه آتشی بر خشک و برتر زد. ز بام بمو بر باوجان بانگ واویلا همی پیچید ناصر نام و نشانی در دل کرمانشاه پر زد. از خرد پرسیدم این غوغا و آواز حزین یک سلسله گریه بر لب واویلا دست بر سر زد. محمد از خانشور پیامی با خور دل می نگارد برای ناصری که دست در دامان پیامبر زد. اعظم الله اجركم واحسن عزاكم وغفر لميتكم بحرمه سوره المباركه الفاتحه.